سلام بابا جون. امروز اومدم خرید. یه شنل زرد دیدم، خیلی ارزون، فقط 120 میلیون. بخرم بابایی؟ سلام بابایی. بابایی فکر کردی من سر گنج نشستم مگه؟ خب پس بابایی که نشد و خودم برم مجانی بگیرم. دخترم این چه قیافه ای است برای خود درست کردی؟ خوشگل شدم. فیلتر جدید تیک تاکه، هره میذارم. اره جون خودت خیلی خیلی خوشگل شدی ها. معلوم نیست این جوانهای امروز چی میخوازنده. لافس. یه زمانی با یه حقوق خونه میخریدیم، الان با 3 حقوق فقط 1 کیلو گوشت. حالا هی از اول ماه تا آخر ماه برو سرکار، حالا باید بیشترشو بدم اجاره خونه ها. ای بابا ای بابا. صاحب خونه گفت تمیز نگهدار. دیگه نمیدونستم دیوارم احساس داره. ببین چه بلای سرش اومده. آقا جان اجاره زیاد شد ولی خونه هم پیرتر شده، یعنی سن خونه بالا رفته، قیمتش هم باید کم شه. خونه مال صاحبشه، قبض مال اداره است، فقط خستگی مال ماست. ملا این دکمه رو بزن تا بیاد بولا. اگر خودش نمیخواد بیاد چرا زورش بدیم؟ ملا طبقه چندمی؟ فعلا همینجام تا ببینم نیتش چیه. نترس، فقط داره بالا میره. خب اگه نظرش عوض شد چی؟ رسیدیم، راحت شدی. آره و این از فردا با پله ها رفاقت میکنم. از قدیم گفتن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه.